بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ای کرده وجود تو ز یک قطره منی، باید نکنی با علما کبر و منی. دانی که چه گفت مصطفی مدنی، من اکرم عالما فقد اکرمنی. عرض سلام و درود بی پایان برای دوستان و برادرانی که این نوار ما را میشنوند. این درد دل است، درد قلب است که روز گذشته برادر من در نوار تلفنی را در تلفن من ارسال کرد به واسطه وایبر که یک برنامه بود یک نوار بود که با نام خود را با نام عزت امان بود و الله علم نام می برد، که بسیار در تحقیر خاصتا اهل علم و علماهای تاجیکستان زیاد تحقیر و ناسزاهی ها گفته است، که البته این نه تحقیر علماها هست. از این سخنان او برمی آید که چنان خصومت و بدبینی هم بر دین، هم بر شریعت، بالاخره هم بر پیامبر دارد که حد ندارد. زیرا که او در نوار خود چنین اشاره کرده است و با اطمینان کامل سخن رانده است که گویا که او می گفت 99% ملاهای تاجیکستان زبان عربی را نمی دانند و سواد کامل ندارند، که این یک اولا تهمت محض است و دروغ برادر است و اکثر که حکم کل را دارد همه تحقیر در علماهای تاجیکستان هست، که واقعا چنین نیست. و در دوام صحبت حتی که نه تنها به بیسوادی و به نادانی آنها را تحقیر کرده است، حتی که به امامتی و بجز از امامتی و خدای خوری و از مرده خوری چیزی دیگر کار دیگر ندارند گفته است. که البته برادر عزیز، امامتی این کسب پیامبر هست. امامتی الله بزرگ این منصب و این وظیفه را خاص برای بندگان دوست داشته اش میکند، که البته الله بزرگ تو بر اینها را که از این نعمت محروم کرده است، تو چه خصومتی بر وارثان پیامبر داری و هم خود را در دنیا و در روز قیامت در نزد پیامبر شرمنده میسازی. که پیامبر عظیم و شان در حدیث مبارکه بیان میکند صلی الله علیه و سلم: العلماء ورثة الانبیاء، عالمها وارثان پیامبران هستند. و حتی تحقیر در علماها تحقیر در پیامبر هست. و حضرت حتی که باز جای دیگر بیان کرده است که اگر از روی انصاف اگر بها دهیم، او در نوار خود می گفت که من از هموطنان خودم و از مهاجران سرمایه گذاری می کنم، هیچ یک خواجگان خارجی ندارم. آیا از روی عقل و انصاف قضاوت کنیم؟ آیا داملاها مرده خور رو از حساب مرده استفاده می بردند، یا اینکه برادر عزت از حساب مهاجران و بیماران و مردگانی که در خارج آنها نیاز به یک برده نان دارند، نمیدانم با چه راه آنها را گرفته یا خدمتی در آنها گویا می کرده است و از حساب مردگان زندگی خود را پیش می برده است. و برای این حضرت عیسی علیه السلام روزی با همراهی دوستان
به محل می گذاشت که نفری به او فحش و دشنام داد و برو گفت ای ای بی اصل و بی نسب و بی پدر. حضرت عیسی علیه السلام براش گفت و علیکم السلام، ای فرزند انسانی بسیار با ارزش و با عظمت. یاران از حضرت عیسی پرسیدند که برای چی اینقدر با تحقیر و با فحش با تو صحبت کرد و با اینقدر نرمی و با ادب به او جواب گفتی؟ حضرت عیسی علیه السلام گفت او از دارایی خود صحبت کرد، من هم از دارایی خود صحبت میکنم. آن کس که بدم گفت بدی سیرت اوست، آن کس که مرا گفت نکو خود نکوست. حال متکلم از کلامش پیداست، از کوزه همان برون تراوت که در اوست. به خاطر این برادر عزت، آنقدر نفرتی که شما به دین به علماها دارید، این میتواند انسان را به ضلالت و گمراهی چی در دنیا و چی در آخرت برساند. به جای اینکه اینقدر نفرت و تحقیری بر علماها دارید که البته هم در نوبت اول تهمت هست که الحمدلله عالم های بزرگ در تاجیکستان خدمت کردند، ملت را به سعادتمندی و به بردباری ها رساندند، سبب شدند و انشاءالله که باز خدمت میکنند و عالم های زیادی داریم و با این نفرت هم دم از سیاستمداری خود و هم دم از عالمی خود زدی که از سخنها و برنامه تو بر می آید که فرسخها هم از علم دوری و هم از سیاست دوری. به خاطر که از علم دوری اگر عالم می شدی هیچگاه تحقیر عالم نمی کردی، تحقیر شریعت دین نمی کردی و اون دعوای کرده که من گفته فلان جایها تحصیلات کردم. هر کسی که من میگوید اون نادان و جاهل هست. من قال انا عالم فهو جاهل. هر کسی گوید من میدانم او جاهل هست. این نشانه جهالت هست و نشانه از سیاست دور بودن. سخن گفتی که پا بر آسمان هست، نه سرحد دارد و نه واقعیت دارد که اگر تو بخواهی، گویا در برنامه خود گفته اگر من خواهم 100,000 مهاجر را در سرحدهای تاجیکستان برده میگذارم تا اینکه مرز بوم وطن را نگاه و بین کند. آیا عقل سالم قبول میکند که یک مهاجر 100,000 نفر را، مهاجران را با سخن تو در این مکان آمده محافظ باشند؟ و جای این قدر خود را بیهوده اذیت دادن، تهمت و بهتان بستن، خاصتا به اهل علم و دین و شریعت، تحصیل از علم بکن. فرهنگی معرفت فرهنگی خود را بلند بر. که بزرگ عربی میگوید، شاعره که تعلم فلیس المرء یولد عالما وليس أخ علم كمن هو جاهل وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. خب این شعر رو ترجمه نمیکنم به خاطر که دم از عربیت میزنی. کوشش کن که در محفل خورتر، اگر از روی سین و سال هم کلام باشه، نفری خورتر کوچکتر حساب نشوی. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.